خب قصه دیگه ما قصه است که در مثنوی شریف آمده به نام مرد لافزن است. یک مرد لافزن پوست دنبه چربه در خانه خود داشت و هر روز لب و برود خود به مو دنبه چرب میکرد. در مجلس پولدارا میرفت و ای تو بر از واب میفهماند و نمود میکرد که بسیار نان چرب خورده. دست خود به برود خود میکشید و همون کش میکرد بروتای خود و با ازرا و کسایی که موجود بود میفهماند که یام دلیل راستی گفتارش است که راستی نان چرب خورده. اما شکمش از گشنگی ناله میکرد. شکمش میگفت که ای دروغگوی، حیله و مکر تو را خدا آشکار کنه و روز معلوم شوی که تو چقدر دروغ میگی. این لاف و دروغ تو ما را آتش میزنه. الهی ای بروت چرب تو گنده شوه. اگر تو اقلاف و دروغ نمیزدی کم از کم یک نفر رحم میکرد و به ما یک چیز میداد که من شکم بیچارام یک چیز شوم. ای مرد بیعقل، روزی و نعمت از خود دور میکنه. شکم مرد دشمن بروت او شده بود و یک سر دعا میکرد که خدایا این دروغگوی رسوا کو تا دیگه کسایی که خیرات میکنن، خیر و خیرات دارن، بخشنده هستن، به ما رحم کنن و چیزی به این شکم و رودام برسن. عاقبت دعای شکم قبول شد و یک روز یک پشک یا گربه آمد و دنبه چربه برد. تمام خانه پشت امی پشک دویدن و پشک دنبه را برد. بچه و مرد از ترسی که پدرش لطش نکنه، سرش قهر نشه، رنگش پرید و تیزی که به مجلسی که پدرش همگی هم جمع بودن، پدرش هم بود، دوید و رفت و صدای بلند گفت پدر پشک دنبه را برد. همون دنبه که هر روز صبح لب و برود چرب میکدی او را پشک برد و من نتونستم کور از پیش پشک بگیرم. تمام مجلس خنده کردن. وقت به او مرد دلسوزی کردن و برش نان دادن. مرد دید که راستگویی بسیار خوب است، از لاف و دروغ کرده. دیگه این قصه معنیش برای کل ما مفهوم است. معلوم است که هدف چیست. هدفی است که آدم راست خود میگوید. خودنمایی و تظاهر و مردم فریبی چیزی نیست، چیز خوبی نیست که از او خیر و برکتش بر آدم برسه.